چند سال از آن جنگ خانمانسوز جهانی گذشته بود، اما سایه نحسش هنوز از این بوم و بر کم نشده بود. حدود سال 1298 شمسی بود، یا اگر به تقویم فرنگی بخواهی 1919 میلادی، و تهران غرق در گرمای تابستان بود. روس تزاری پس از انقلاب داخلیش پایش را از ایران بیرون کشیده بود و در این میان روباه پیر استعمار یعنی انگلیس خود را یگانه صاحب ایران میدید. آن روزها خبر یک پیمان استراتژیک بین ایران و انگلیس نقل محافل روشنفکران شده بود. سندی که انگلیسی‌ها نام محترمانه‌اش را گذاشتند قرارداد 1919. اما مردم ایران خوب می‌دانستند که این پیمان دقیقاً همان قیومیت محترمانه‌ای بود که با یک لبخند فریبنده می‌خواستند مملکت را قاب بزنند. قرار بود اداره و بازسازی حکومت ایران را به دست بگیرند، یعنی همه چیزمان را. بازیگر نقش اول این تراژدی در تهران وثوق‌الدوله بود. مردی که شنیدن نامش تا سالها بوی خیانت میداد. او با سر پرسی کاکس، همان طراح کارکشته انگلیسی، دست به یکی کرد و در تابستان 1298 این ننگنامه را امضا کرد. مرجعیت شیعه در عراق به حرکت درآمد. اجتماع کردند و صدای اعتراضشان را به گوش شاه رساندند و فریاد زدند که شاه این پیمان را نپذیرد. اما طوفان اصلی در قلب تهران به راه افتاد و در آن فضای خفقان یک مرد ایستاد و مخالفتش با این ننگنامه را فریاد زد: آیت الله سید حسن مدرس. آیت الله مدرس سردمدار کارزار شد. کاکس که گمان می‌کرد همه چیز طبق نقشه‌اش پیش رفته، در تلگراف‌هایش به لندن نام مدرس را با عصبانیت ذکر می‌کرد و او را رأس عناصر افراطی و آشتی ناپذیر می‌خواند که دست از فعالیت بر نمی‌دارد. مدرس نه تنها خود مخالف بود، بلکه همگان را به قیام فرا می‌خواند. دعوتنامه می‌فرستاد برای وزرا و نظامیان تا در میتینگ‌های اعتراض شرکت کنند. او بذر شجاعت را در دل خسته ترین‌ها می‌کاشت. مدرس می‌گفت: من سیاسی نیستم، آخوندم. سر از این کارها در نمی‌آورم. فقط یک چیز را خوب می‌فهمم که بد است. تمام این معامله یک معامله فضولی است که صاحب اصلیش یعنی ملت آن را قبول ندارد. سالها بعد وقتی مدرس در مجلس پنجم پیروزمندانه سخن می‌گفت، این کلمات را به یادگار گذاشت: کمر بستم و خدا هم قدرت داد و به کمک ملت معامله فضولی را به هم زدیم. آن ریشه ها، آن جزئیات، آن پلیس جنوب و آن مستشار مارپیچ و هر چه دیگر بود نگذاشتیم اثری از آن باقی بماند. این اتفاق نشان داد که در موقعیت‌های حساس یک نی محکم و یک پارچه قدرتی به مراتب بیشتر از هزاران بله چاپلوسانه دارد و این یک درس بزرگ از تاریخ برای ماست.